in Iran. ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ اگه برگردید یک روز ایران چه کار کنید؟ اول که از هواپیما بیام پایین میبوسم خاک بدم. خاکی بدم میبوسم و افتخار میکنم. من الان اگه به من بگن که بهترین زیباترین شهر دنیا رو به اونجا زندگی کنی علاقه ندارم. ترجیح میدم در همین ایران زندگی کنم. وقتی در تو کلمه ایران صحبت میکنیم شما حالتون چطور میشه؟ من عرض شما من این وضعیت پیدا بکنم. چرا؟ من ایرانیم، دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه. همیشه